برو تست از داروخونه بخر، با خیال راحت استفاده کن، هیچ عوارضی هم نداره، سالم هم هست، اورجینال هم هست. اولین مشکلی که برات به وجود میاره، چون از یه مدل تست با دوز بالا تشکیل شده، شما میزنی یه جوابدهی خیلی خوب میگیری، بعدش به شدت بدنت افت میکنه و اینکه هیچ دارویی دیگه به جواب نمیده، میل جنسی تو به شدت از دست میدی. حالا تست‌های خارجی که دوز 250 هستش، اینا از 4 مدل تست تشکیل شده. این 4 مدل 4 زمان مختلف جذب بدن شما میشن، به خاطر همین عوارض خیلی پایینتری دارن نسبت به تست داروخونه‌ای. به هیچ عنوان این کارو نکن. فکر نکن که مثلا این چیزایی که تو داروخونه میفروشه مثلا اورجینال یا هیچ مشکلی براتون به وجود نمیاره. تست 250 ایرانی اگر بزنی بعدش هیچ کدوم این دارو به جواب نمیده، افت خیلی شدیدی میکنی، میل جنسی هم به شدت از دست میدی. لطفا استفاده نکنید. اگرم حرفه‌ای تمرین نمی‌کنی دارو اصلا نزن. اگه به میل خود میخوای استفاده کنی، میخوای حرفه‌ای تمرین کنی، ما اینجا به صورت رایگان بهتون مشاوره میدیم و هیچ هزینه‌ای هم ازتون نمیگیریم. زیر 25 سال هم به هیچ عنوان دارو استفاده نکنی، به خاطر اینکه زیر 25 سال بدن تو اوج ترشح تستوسترون و اصلا به تست مصنوعی احتیاج نداره. اینا که خیلی سوال میپرسن کسی که سنشون پایینه، میگن چرا ما نزنی؟ به این دلیل. اگر این پستم لذت بردی واسه یکی رفیقات بفرست.